دیشب که داشتم فکر میکردم شام چی درست کنم، گفتم بذار کشک بادمجون استرسیتو خوشمزه درست کنم که هم خیلی راحته هم خیلی خوشمزه. اول بادمجونامون رو ریز میکنیم، روغن، نمک، زردچوبه رو اضافه میکنیم و درشو میذاریم تا با شعله ملایم حسابی آب بندازه نرم بشه. حالا تو این فاصله گوجه‌مون رو رنده میکنیم، پیازمون رو ریز میکنیم و داخل مایتابه یه مقدار روغن میریزیم. پیاز رو حسابی تفت میدیم و بعد گوجه رو بهش اضافه میکنیم. یه مقدار نعنا میریزیم، با هم دیگه مخلوط میکنیم و بعد اینکه رنگ گوجه در اومد به بادمجونی که از قبل گذاشته بودیم تا آب بندازه و نرم بشه و روغنش در اومده اضافه میکنیم. حالا توی این مرحله که گوجه و بادمجون به خورده هم رفت، یه مقدار کشک اضافه کنیم. ما چون پر کشک دوست داریم، من مقدار کشک یکم زیاد زدم. حالا با میلتون دوست دارین کمتر یا بیشتر بزنید. بعد که خوب هم زدیم و حسابی به خورده هم رفت، یه کوچولوی دیگه تفت میدیم و کشک بادمجونمون آماده است. حتما یک بارم شده امتحان کن چون مطمئنم عاشقش میشی.